سه تا از معضلات بزرگ ما در خیزش سراسری 1401. سه ضعف بزرگ رو خدمت عزیزان عرض میکنم که امیدوارم در قیام‌های آتی این سه ضعف رو رفع و رجوع کنیم. ضعف اولی که داشتیم این بود که مطالبی که در خصوص خیابان خدمت عزیزان ارائه میشد بعضا توسط افرادی بود که هیچ شناختی نسبت به مسائل نظامی و انتظامی نداشتند و با راهکارهای اشتباه متاسفانه هموطنان رو گمراه میکرد و باعث شناسایی و دستگیری هموطنان ما میشد. نکته دوم عدم استفاده از ماسک و کلاه بود. در یک بازه زمانی سایبری های جمهوری اسلامی اومدن در فضای مجازی این نکته رو اشاره کردن که ما داریم میایم به خیابان و کار رو میخوایم تموم کنیم و نیازی به استفاده از ماسک و کلاه نیست. یک سرباز در میدان مبارزه تا لحظه نهایی باید امنیت خودش و سایر همرزمهای خودش رو در اولویت قرار بده. با استفاده از یک ابزار ساده اما کاربردی میتونستیم به نتایج چشمگیری دست پیدا کنیم. کلاه و ماسک یک ابزار ساده و کاربردی هست که جلوگیری میکنه از شناسایی ما توسط مزدوران جمهوری اسلامی. نکته سوم و مهمترین نکته مقطعی بودن تجمعات بود. یعنی هموطنان زحمت میکشیدن به خیابون میومدن ولی منسجم و هدفمند به خیابون نمیومدن. ما یک معترض ساده نیستیم، ما معترض به حکومت جنایتکاری هستیم که 46 سال در حال چپاول و غارت کشور عزیز ما ایران هست. برای اینکه با این حکومت جنایتکار مبارزه کنیم باید یک برنامه هدفمند و اصولی داشته باشیم. یعنی اگر به خیابون میایم تا رسیدن به هدفمون دست از پا نکشیم و خیابون رو حفظ کنیم. اگر قرار بر این باشه که ما یک تایم از روز رو بیایم بیرون، شعار بدیم، خیابون رو مسدود کنیم، یک سری از مراکز مهم سیاسی رو تسخیر کنیم و شب به خونه بریم، خب مسلماً داریم این وقت رو به نیروهای سرکوبگر میدیم که برن استراحت کنن، تجدید قوا کنن و برای سرکوب ما مجدد اقدام کنن. پس بهترین کار این هست که ما وقتی که به خیابون میایم اول از همه اولویت ما امنیت خودمون باشه. یعنی با استفاده از یک سری راهکارهای ساده و اصولی مثل استفاده از ماسک، استفاده از کلاه، دست خالی به خیابان نیومدن، این که به خیابون که میایم مسیر رو مسدود کنیم، نگذاریم که نیروهای سرکوبگر به راحتی عبور و مرور کنند و برای سرکوب ما اقدام کنند. وقتی که هموطنان داخل خیابون هستن همه باید احساس مسئولیت کنند. اگر من نوعی توان این رو ندارم که مثل سایر هموطنانم کف خیابون باشم، میتونم از راهکارهای دیگه از هموطنانم حمایت کنم. بعضا با بازگذاشتن در، رسوندن آب یا جیره خشک و اندازه خیلی کم، نیازی هم نیست که بخوایم غذای آنچنانی خدمت هموطنانمون بدیم. همین که حمایتشون کنیم و بهشون انرژی و دلگرمی بدیم باعث میشه که خیابون‌ها 24 ساعته شلوغ باشه و نگذاریم که جمهوری اسلامی وقت این رو داشته باشه که به این فکر کنه که چجوری میتونه ما رو سرکوب کنه. شاید من نوعی نتونم از در خونه خارج بشم، شاید توان این رو نداشته باشم که کاری انجام بدم، ولی میتونم از بالکن خونم یا پشت بومم با یک گل، شاید بهتر بگم گلدون، از سرکوبگرها پذیرایی کنم و این چرخه باعث میشه که تداوم حضور هموطنهای ما در خیابون بیشتر و بهتر بشه. حتی میتونیم با به اشتراک گذاشتن همین مطالب ساده یک کمکی به مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی بکنیم. مطالبی که ما خدمت عزیزان ارائه میدیم مطالبی هست که در دانشکده‌ها و آموزشگاه‌های تخصصی و عمومی پلیس آموزش داده میشه و ما سعی میکنیم راهکارهای مقابله با اون رو خدمت عزیزان آموزش بدیم. سطح آموزشی هم که خدمت عزیزان ارائه میدیم بستگی به مخاطب ما داره. یعنی اگر شما عزیزان مطالب رو خوب فرا بگیرید میتونیم مطالب تخصصی تری رو خدمت عزیزان آموزش بدیم. مطالبی که ما آموزش میدیم برای حفظ امنیت هموطنان هست. بعضی از مطالب پایه‌ای هست. بعضی از مطالب برای زمان شروع تجمعات هست، زمانی که هنوز حلقه اولیه شکل نگرفته. یک سری از مطالب برای زمانی هست که خیابون‌ها مملو از جمعیت هست و
ما باید یک جوری این مطالب رو خدمت عزیزان ارائه بدیم که بتونه مفید باشه و امنیت شما خوبان رو تضمین کنه. پس صبور باشید و سعی کنید این مطالب رو با سایر دوستان و مبارزین به اشتراک بگذارید تا بتونیم با اتحاد و آگاهی دشمن واقعی خودمون از جمهوری اسلامی عبور کنیم. سپاس از شما عزیزان که از صفحه خودتون حمایت میکنید. با امید پیروزی. پاینده ایران، پاینده ایرانی.